خانم 21 ساله با تپش قلب از امروز صبح به اورژانس مراجعه کرده و از بیمار نوار قلب گرفتن. در نوار قلب بیمار اگر به لید 2 دقت کنید، اینجا کمپلکس QRS و اینجا هم موج T خواهد بود. قبل از کمپلکس QRS هیچ موج P دیده نمیشه. ولی آیا واقعا هیچ موج P در این نوار قلب وجود نداره؟ مسیر حرکت بار الکتریکی در قلب که از گره SA شروع شده نهایتاً به گره AV میرسه و از اونجا از طریق باندل هیس به باندل راست و باندل چپ میره. همونطور که میدونید حرکت بار الکتریکی در دهلیزها خودش رو به صورت موج P و حرکت بار الکتریکی در بطنها خودش رو به صورت کمپلکس QRS نشون میده. اما نکته‌ای که در نوار قلب بیمار ما وجود داره اینه که علیرغم وجود کمپلکس های QRS هیچ موج P قبل از اونها دیده نمیشه. و اینجا یک سوال بسیار مهم به وجود میاد. اگر بار الکتریکی از دهلیز عبور نکرده، پس کمپلکس های QRSی که اینجا با هم دیگه دیدیم از کجا اومدن؟ فرض کنید گره AV مثل یک میدونه که وقتی بار الکتریکی به اون میرسه 2 تا مسیر برای عبور داره. مسیری که در سمت راست میبینید مسیر تندرو و مسیری که در سمت چپ تصویر میبینید مسیر کندرو هست. در مسیر تندرو سرعت انتقال بار الکتریکی بسیار بالاست. پس انرژی بیشتری هم صرف جابجایی بار الکتریکی خواهد شد. پس قاعدتا نیاز به زمان استراحت بیشتری هم خواهد بود. اما در سمت مقابل اون در مسیر کندرو سرعت انتقال بار الکتریکی بسیار پایینه. پس انرژی کمتری صرف جابجایی بار الکتریکی خواهد شد و قاعدتا نیاز به زمان استراحت هم کاهش پیدا میکنه. اما این دو مسیر چه ارتباطی به بیمار ما داره؟ در حالت نرمال زمانی که بار الکتریکی تولید شده در گره SA به گره AV میرسه، هم استراحت مسیر تندرو به پایان رسیده و هم استراحت مسیر کندرو به پایان رسیده. بنابراین تعدادی از بارهای الکتریکی وارد مسیر کندرو شده و تعدادی از اونها هم وارد مسیر تندرو شده و خودشون رو به بطنها میرسونن. مقداری از بار الکتریکی که از مسیر تندرو اومده وارد مسیر کندرو شده و با بار الکتریکی که از بالا اومده برخورد میکنه و اون رو از بین میبره. بنابراین در حالت نرمال بار الکتریکی ابتدا در داخل دهلیزها و سپس در داخل بطنها حرکت خواهد کرد. پس من انتظار دارم ابتدا موج P و سپس کمپلکس QRS رو ببینم و این اتفاق دائما تکرار بشه. اما یک حالت خاص وجود داره که در اون نقطه‌ای در داخل دهلیز زودتر از زمان همیشگی بار الکتریکی رو به سمت گره AV میفرسته که در این زمان مسیر تندرو در حال استراحت، اما استراحت مسیر کندرو به پایان رسیده. پس بار الکتریکی